توجیکون تیجه تقدیم میکند. زودتر ایستا زودتر کودک کسل چی شد فوزی؟ کودک کسل نمیتونم کار دارم من ایستا کار داری رو تمام رو اکا ایستا کودک کسل نمیتونم رو کار داری رو گوش کن کودک کسل وقت نیست کار دارم کار رو تمام رو کودک کسل рав бо чашмонат бубину бо гӯшоят шунав. чиро дидан чиро пурсидан лозим аз ту ёд гирам юсуф нағз абдиро халос кунад гуфта бо қароҷониҳо чӣ хел ҳамкорӣ карданашро элиф ба ту нақл мекунад. рафтем оча як шарт дорам تو аз ҷарроҳӣ баромадани холам қадамамро ба ягон ҷо намегузорам. инро донед. оҳ ҷемол чаро ба беморхона омаданамро хостӣ? янгамро ба хабаргирӣ омадам. бин чиҳоро дидам чиҳоро. элиф инро чӣ хел ба ман раво дидӣ? ҳоло он ки дар бораи ту чӣ фикрҳое доштам чӣ орзуҳое доштам чӣ қадар аблаҳ будаям ман. кӯдак барин фиребам кардӣ. ист фозилака дастамро меканӣ? кӯдак касал мемирад. холаҷон элиф беҳтар шуди духтарам. ман хубам холаҷон. маро фикр накунед. боз ҳам хубтар мешавед. ҳамин ҷарроҳӣ хуб гузарад. насиб фикр накунед хола. ҳамаш нағз мешавад. худо хоҳад нағз мешавад. иншолло духтарам иншолло. бубахшед маро апа. ҳанӯз ки дар духтурам худамро як ташхис кунам гуфтам. дар бозгашт ки ҳуҷраро холи дидам тарсидам. ту ҷарроҳиро нею баъд аз онро фикр кунамина. гуфтагиамро фаромӯш накун. якдигарро танҳо нагузоред. хаотир нашавед апа. بعد از آن کهیه ما رو به خلیل آقا فروخت. دوست کسل که شدم خلیل آقا ما رو به کهیه برگردون. کهیه باشد در کنار راه پرتافته رفت.
دوست همش دوست اگر همین اکل نمیافت مرا در کنار راه مرده میرفتم والله. کودک سیاه شد. کودک سیاه شد. را من برایت یگان چیزی خوردنی بیارم؟ التماس در اینجا بودن رو هیچ کس نفهمد. از همه بیشتر از خلیل آقا سخت ترسیدم. اگر فهمد که کهیا مرا سر داده است در یگان جا میگویم گفتم میکشد مرا والله. پروا نکن به هیچ کس نمیگویم. را داو تست داو تست داو تست داو نه نغز نشوی آچه جون بچم چه خیال هستی بچم؟ بسیار یاد کردم آچه. آمدم که شما رو برم. جانی من بچم. ساکنه دخترم وقتی آمدنت کسی تو رو ندید همین خیل نی؟ با دقت باش ساکنه. او رو به اینجا آوردنت رو فهمند سری تو هم با بلا گرفتار می شود. او کرد این رو؟ نه اپاوای به دقتی آخر چونیک رو چپا کردم. هم به اینجا آمدنم رو نیز نمیدونند. سر بر وقت بر آمدند از دهه. کی؟ هزال مادر و خلیلکه. یوسف هم رفته بود. خدا کند و در راه وا نخورند. بچه هزال با آسانی از دهه نمی براید اما بخیر است انشالله. کنی درون درویم یگان کس دیده نموند. بیوید من پای ارزالت رو کشم بچم. خدا جان این روزها رو هم میدیدم. پسر خودم رو در پنهانی با آغوش میگیرم. بیا گذر. آیسته زنی اکرم در اینجا چیکار میکند رئیس؟ امینه زنی هیچ کس نیست خلیل. وای تنهاست. چی گفتن میخواهی؟ من چیزی نگفتم به خدا. شکریه گفت. وصیت کرد یکدیگر را تنها نگذارید گفت. خیر تو چی فکر میکنی؟ حالا وقتش نیست اما شما هم مناسب دانید اگر خیر بعد این 30 سال تنها پیر شدن نیستم آخر. خیر او هم تنهاست. او را حمایه میکردگی آدم هم در کار آخر. برای در ده بودنش شکر نمیکند که باز به تو دوم ملی کند. این خیل نگو خلیل. امینه دختری نغز است. فکر نکن که از غم اکرم. رئیس چی گفتنت رو شاید میشنود. شوهری وای شوهری مرا کشته بود. او هم مرده رفت آخر. اکرم شما را هم مرا نیز دوست نمی داشت. ازال خانم به همین کار اجازه دهید. خلیل من به ده بر میکردم. چشمت رو از الیف دور نکن. مایلش آچه. علی جنگیز تو باشی بیا مرا به ماشین شنان. خوب شده است. کی می آیند معلوم نیست مریم اپا. چشم من رو دوست نمیداره. این چه خیل گپ عمر؟ تو جانی من هستی. این خیل باشد چرا در خانه همراهی من نیستید؟
اپا اجازه دید رویم. همین که فرصت شد باز اون رو نزدتان میارم. اگر فهمیدم مونند. چی شد اپا؟ عمر خیز. وای خدای، این از کجا افتید مریم؟ خدا جان. آجا ای بچه بخل. بچه کنی اومد رفتیم. بچه جانم، یک توی بیبیش جانم. نغز مونید. بچم خدا جان تو با کسی این خیل غم رو ندی. آمین. بیا دخترم بیا. فوکش نغزک خم نشده زینهار نگیر. آمده به پایمون افتد که هر کس فهمیده گیرد. قرجانی ها آدم را به مزار میبرند، زنش را باشد گرفته به خواستگیشون میدهند گوی. فهمیدی می؟ آها. کنی حاضر رو به نزد زنه کنی؟ مایلش. آمده ایستادم زنک جان. گویا که از نهت رو نمیدونی. چند وقت هست که عذابم میدهد. میگریزم، رد میکنم، اما باز هم راهش رو یافته میبراید از پیشم. با خالم کارو پزنده اید بریم بود. تو را حال و حرارتت پس نشده از خیالم. چی گفتن میخواهی؟ خودت به خالم نگفته بودی که بی‌پروا باشید. چی کار میکردم؟ آدمی به جراحی در اومده رو زیق میکردم. چی یعنی؟ خالم از پشی از نام به تو چشم معلوم میکرد؟ بیچاره چی کار کند؟ اگر با او چیزی شود، شوهر و پسرش چی کار میکنند گفته غم میخورد. با خالم چیزی نشود امینه. خالم صحت شود. الیف زیق نشو. قریب بود که بعد از رفتن اگر وقتی درک شدنم از دست نمیافتوندم را برو تو رو انیق با پا میخزوندن. خور شفا ماشاءالله دکتر قب دکتر خس با پشتم دستت رو ده. رفتیم استاد فاضلکه میغلطانی. تشکر که این کار رو خپودم حل کردید. اگر مادرم میفهمید گویا که بار دیگر دادرم مرده است. جناب یوسف، بعضی حجت‌ها رو امضا کردنتون لازم. تقدیر را بینید سید بابا. با جنازه‌اش آمده نتوانستم. حاضر باشد در این نصف شب گویا از مزارش میگریزم. آن در قبر خوابیدگی تنها یک بدن است یوسف. بدن واسطه است که روح ما را از این دنیای فانی به دنیای ابدی میبرد. عالم حقیقی انا همان عالم است که ما در آن سفری به آخر میکنیم، مسافت طی میکنیم. آن واسطه را چه خیلی استفاده بریم در عالم حیات حقیقی همان گونه شکل میگیرد.
البته روح با بدن علاقه دارد، اما روح انسان را دزدیده نمیتوانی یوسف. در دنیای فانی انسانیتشان را با فروش برآوردگی ها و اجاره دیگران میدادگی ها میشوند البته، اما مراد اصلش را با کسی نفروخت. هر قدری که توانست لایقانه زندگی کرد، آرامیش را خلل نده بچه. تو در این دنیا بودگی حقیقت را برای برآمدنش بار دیگر وظیفه دار شده. شاید که حالا در برابری آنی که با بدنت علاقه دار هستی که میداند در کدام عالم ها پرواز میکنی. میدونم مشکل است، غمتون رو باید آوردن نمیخواستیم، اما اصول این خیلی است. خطاگی در اصول کردن سرجنت هیچ به آخر نمیرسند. جسد مراد را هم چاک نکرده، کاغذ دفنش را امضا کرده است. نتیجه تشخیص رو کی گرفته میتوانیم؟ امروز یا فردا میآید و گوش کنید یوسف معلم، شب مزار را کشودن هم گفته بودم. از تشخیص حتما یگان دلیل لازمی میبراید. یا گناهکار بودن عبدالقرجان معلوم میشود گفته، امیدوار نشدنتان به فکرم بهتر میشود. الیف، امینه خوب هستی؟ بعد از مرگ اکرم این یگانه روزی است که من خود را خوب حس میکنم. الیف من حامله دارم. چی؟ حامله داری؟ خلیل چی شد؟ خس 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 کنی با پشت من سوار شو. رفته اکا کودک بیمار شده است، بیمار خونه بردن ما لازم. فضل اکا آیسته آیسته بیا. هایکن تست عشق فرزند به دیگر چیز مانند است مگر؟ از جانت جان، از خونت خون میدهی، از چشمت حمایه میکنی. میآید گفته چشمت بر راهش پزمان میماند، اما روزی میآید که او دیگر نمیآید. امری خدا است. البته همه ما آن مرگ رو میچشیم، اما به نوبت و بی نوبت یک خیل می شود. هیچ به بالایش سببگاری این یک راهزن صفتی باشد. آنقدر آسان است راضی شدن. زیر خاک خوابیدن فرزندت را دانسته زیستن آسان است مگر؟ دخترم
قماندان با دوشم گرفتگی بر این میشوم اما مادرم مزارو کشوده بالایش رو از نو به خاک پوشیدنم رو میفهمد گفته خودداری میکنم نتیجه تشخیص براید هیچ خاطر نشوید پیشتر که چنین واقعه رو از سر گذرانده بودیم برای شما رو رنجور نکردن احتیاطکارانه رفتار میکنیم امینا؟ امینا چرا تو گریه میکنی؟ با تو چی؟ شکریا وصیت کرد که یکدیگر را تنها نگذارید تو امانتی به من از شکریا رئیس برای شکریا گریستی ها؟ ای خدا امروز به راحت گشتن نمیتوانم اگر من هنگامی از لابراتوری برآمدن با یوسف برخوردم یوسف اینجا آمده بود یوسف ما رو دیدن آمده است با چه نیت آمده بود نمیدونم اما برای عبدی رو خلاص کردن با قراجانی ها گپ زدنت رو دیده است راست است الیف؟ چی راست است؟ برای عبدی رو خلاص کردن با قراجانی ها مصلحت کردی؟ ها کردم اما عبدی رو نه خالم رو خلاص کنم گفته کردم بیاز نامونی برای جراحی دستش رو هم نمی جنباند بین از حاضر به تو چشم دوخته است قراجانی ها آمده خالم رو جراحی میکنن گفته بر عوضش چی خواستن؟ گناهش به گردن من نیست امینه حیات یک انسان رو به ترازو ماندگی ها رو گناهش است عبدی رو از حبس آزاد میکنی همین خیل؟ حالا بغیر از صحت و سلامت از جراحی برآمدن خالم دیگر هیچ چیز رو فکر نمی کنم نه یوسف رو نه دیگر چیز رو کی حرکت میکنیم؟ پشکی گفتن نمیتوانم برادر سوال که دادی جوابش رو انتظار شو این چی معنا دارد؟ وای روز جنجال کردی کو همو نمیگویم خفه نشو برادر امروزا کمی عصبانیم خداوند نگهبانت باشه هایکن یک طرف ایستاد هایکن یک طرف ایستاد هایکن تستر هایکن ساکنه ساکنه با کدام گر در آمدی تیز بیا به اینجا ساکنه عمر در کجایی؟ و چرا جواب نمیدهید؟ خوش آمدید هزل مادر چرا جواب نمیدهی؟ آمدنتون رو نشنیدم آمدم ها؟ گوش کن وقتی نبودنم یگان نامعقولی کردی؟ چرا تو زبزرد شده ای؟ نه هزل مادر چکور هم؟ خبشین عمر کنیگی وقتی نبودنم چیکار کردی؟ شاکین اپام با من افسانه خوند بعد رسم کشیدیم بعد باشه جمعشویی کردن نخند به من نگر ساکنه این کودک رو به نزد مادرش بردنت رو فهمم من اکنون روم الیف راست میگوی امینه با این حالت تو هم به خوابی کشیدی تمام شب در این بیمارخانه بودی مسئله این نیست برای گرفتن لباسهای اکرم نه میترسم که از این گونه رفتاری رئیس از روی جنایت میدرویم به حبسخانه راسته باز به حبسخانه رفتنت لازم است از گرفتن آن چیزها میترسیدم
аммо акнун сабаб ҳаст. то калон шудани писарамон барои ба ӯ додан нигоҳ медорам онҳоро. кане биё, ман туро гусел кунам. ҳама ҳавои тоза мегирам. ба ҳоҷатхонаам ҳамроҳи мо меравӣ? рафтем амина. راهگر راو با تو چی شد دخترم؟ فکر میکنم او رو دیگر هیچ نمیبینم. این خیل میشود مگر بچه و آچه آب و جوی بریم سری راهش گیری سم که همانی شسته میبره. یک روز البته جویش رو مییابه. یوسفم را بین سالها گذشت هم مونیش شد هم با آغوش مادرش برگشت. با چی نیت ها برگشتم به اینجا اما تقدیر را بینم. در تقدیر اینقدر غم را کشیدن هم بوده است، اما باز هم شکر که در غریبی نیستم. در غریبی خبرهای تلخ و شیرین چونان به انسان تاثیر میکند. چندین سال پیش خردکک بودم، به جنازه پدرم آمده نتوانستم، کشت مرا. گیر بچم. پدرم ها همین خیل روی مولچه کلان داشت. تشکر. باید با قوت باشی امینه. به کودکی نو تولد شونده باید هم پدر باشی و هم مادر. راست میگویی. با فرزندم باید هم پدر و هم مادر باشن. الیف، یزنت دوم بر این چسبیده است. امینه میترسد که به ضد عبدی رفته بیانات میدهم. خیر تو چی کار میکنی؟ حالا هم نگفتی؟ البته حقیقت رو میگویم. الیف، اینها تو رو بعد از بیمارخانه هم آرام نمیگذارند. بیا رو. من علی جنگیز رو به گپ میگیرم. تو از بین خیب زن. نمیدونم که توی رو به گپ گرفته میتوانی. تو اینش رو به من گذار. رو. مبلغش رو دیرتر میسپارم ایلش. امینه؟ یگان لباسی در نزد در مونده‌ات رو معقول نکردم رئیس. هیچ گپ نه امینه. از این بهترش را میگیرم. سرخ باشد. رنگی سرخ رو دوست میدارم. چگونه سرخ میخواهی؟ خون مانندش رو. چرا؟ وقتی که تو رو میکشم خونی به بالویم پریدگی داغ نماند گفته. عاقبت این دختر مرا میکشد. اخ الیف، میدانستم این خیل کار کردنت را سوزاندی. کشتی الیف، کشتی. الیف اپا یابوس چی شد این خیلی یابوس؟ در خواجگی کار کرده کسل شده است. کم دیر میماندیم او هم از پشت قرجانی ها میمرد. اکم برید. میدونم یابوس، میدونم، پروا نکن. مایلش گفتنی میروم، به این هم میدونم، اما بیو اول این بیچاره رو ببریم. رفتیم پروا نکن. رفتیم
برادر من به چی خدمت کنم؟ چی شد از بابای کودک؟ بیچاره بسیار بیحال می نمود. کودک مایده رو در چنین کارهای وزنین استفاده که بردی همین خیل می شود. چه خیل کار بوده است؟ در شلپینت بسیار کودک ها رو در خواجگی پنهانی کار می فرمودند. نه؟ چاره چنین ظالمان رو زودتر دیدن همان لازم. اون جایها رو میدانه؟ آخر من این جایها رو از کجا میدانم؟ مهمان هستم من. آمدم میروم. خیر میلش برای کار. آمد باش. و علیکم السلام. رفتگی ها بر نمیگردن؟ چی شده باشد در آن بیمارخانه؟ کسی به من چیزی نمیگوید. جمو چی خود به خود گپ زده ایستاده ای؟ هیچ چیز آخر. حالا باز خلاص خورده. یوسف بس نبود با دادری پکنش راه همان را بریده گذشت. یعنی یک گلو، یک کودک، یک دختر، یک شده به سرمان بلا میارن. همین خیل با خدا من هم نفهمیدم چه خیل با الیف وا خوردنشان. چنگیز گویا الیف را از چشم دور نکنم گفته رفته بودی همین خیل نی؟ اما باز رئیس کرده دی حرابت و امانت کردیم. اما فکرت در امینه، ابله زنه در جراحی خانه، وقتی در بیمارخانه بودنی مریم. من به ده می روم. خواجگی را دیدن لازم. تو اگر الیف را یگان نامعقولی نکرده یافتن نتوانی، برای رئیسی کردن یگان دههی دیگر را بجوی. انا همین خیل. کانی گپ زن عبدی قرا جون. قماندان یک از اویدی مروده که در شلپینر کشته شده بود بیاناتدهی آمده است. دیگر یگان بار الیف با این خانه پایش رو نمیگذارد. فهمیدید؟ تو هم سر کردی قراجانی ها برای خط و سرحد کشیدن رو. از پشتی ما با قراجانی ها همکاری میکند میگویم. نمیفهمید؟ ایست یوسف. شاید نادرست فهمیده باشی. کاش که فاطمه اپا، کاش که فهمیدگیم خطا باشد فاطمه اپا. من روم ایشه خاله. برای شام خوراک پختن لازم است. بیاناتش رو گرفتیم. اگر موافق شمارید امروز به جای حادثه روان میشویم. اطاعت. بله همش تیار. هم خبری در خواجگی پنهان کار فرمودن کودک ها رو هم دیده میبریم. دستانش رو بندید. قماندان کجا میریم؟ به محبسخانه؟ چی سراسی مگی؟ اول بعد رویم کنی؟ با مراد در کجا جنگ کردی؟ او رو از کجا تله دادی؟ نشان ده بینیم چی؟ قماندان بعدی رفتنمون شرط است. یکون کس بینه چی؟ این را پیش از تله دادنت فکر میکردی؟ آخر گفتم کو من تله نمیدادم او مرا تله میکرد. گفتگیت بر این نویسیم بیانات را. حاضر وقتی گپ نیست. کنی را گر گفتم. ساکنه لبه هزل مادر. وی آوازی چی بود؟ وی بعد از قوه رو تیار کردن به جای آنکه تگش رو خاموش کنم نفهمیده آتش تگی دیگ رو بلند کردم. قپیدی که دستت سخت و دیگ رو افتوندی همین خیل؟ بله هزل مادر. از آمدگی هم یک خوراک رو تیار کرده نتوانستی. قهوه خوراکی تیار کرده یگان مغزه میداشت اقلن.
چی ایستاده ای؟ بردار آنها را. بیگاه به تو خوراک نیست. یا خوراکی به زمین ریخته را میخوری یا گرسنه میشینی. حالا هم این زنک را نبردند. خلیل در کجا ماند؟ خطا در من است. سحر از دستش گرفته میبردم میشد. قماندان دیر میآیند مگر؟ یک مسئله مهم است گفتم. در روز میکشد به هر حال. من بیان نویسه زود به بیمارخانه برگشتنم لازم. خالم در جراحی است. اپا خدا شفا دهد. اما باور کن از دستم چیزی نمیآید. تنها سردارها بیانات را قبول کرده میتوانند. از آنها باشد کسی نیست. چی باشد؟ از کی باشد این؟ زودتر زودتر. پینگ میگفتگی را میکشم دانستمانید. همه تون پنهان شوید تا جیغ نزنیم نبرایید. خودم برآمده باشد از جراحی. فاضل و یوز رو تنها گذاشتم. عجب و احوالی اون بیچاره چی شده باشد. شفا میابی، شفا میابی. رست 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 شفا میابی. رست رست شفا میابی. رست 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 رست. نزدیکان بیمار شما هسته؟ هر دیمان کنی بچم اینها را به بالا بر. اوچه یوز در کجاست؟ در اطراف نمیتابد؟ ندانم بچم. سحر کی رفت دیگر بر نگشته است. بعد از مراد به یوز چیزی شده است. آسان است بچم. او را حالش از همه‌مان بدتر. تو نبودی. او خرد بود وقتی پدرتون مرد. یک مراد پشتیبانش بود. یوسف این رو خون چی نوشته شده است؟ دخترم، این پول برای تو و پسرم است. از من خواطر نشو. چند وقت به خانه نمی آیم. قراجانی ها جان عبدی رو خلاص کنیم گفته باز کیم چه خیلی سیاهکاری را کردنی اند. کنی اپا بیاید وقتی گریه کنی نیست. پسرم با دقت باشید. به من نگرید. بلایی به سر ما نمی آمدگی نیست. یگان به عقلی برآمده به ژاندارم کودکا را کار میفاید گفته خبر میدهد. نتیجه معلوم. انا در این جایم. به ما چیزی نمی شود. رود که ژاندارم آید و درباره کودکا چیزی پرسد. اگر شما
یگان اشاره کنید. همه کارتون رو همین خیل میبرید شما؟ با ترسوندن، با آدم خرید، باز چقدر دوام میدید این کارهای شما؟ مالی فروخته شونده هر چقدر بسیار باشد خریدار هم پیدا می شود. شنیدید؟ جمع کنید پولها را. گیرید آخر. جمع کردگی هایتان از شماست. با شوهرم باز کدام کاری چیرکینت رو فرموده ای؟ گپ زن میگویم. گپ زن. بس کنه. ای چی کار میکنی تو؟ تو چی کار میکنی؟ میکشمت خلیل. بله تو میکشم تو را. من تو را میکشم خلیل. آن روز دور نیست. میکشمت خلیل. تو نامردی. دست بزن میبرداری ها. تو با من دست میبرداری. من به بیمارخانه برگشتنم لازم. به قماندان بگویید که کمی دیرتر برای نوشتن بیانات می آیم. مایلش. یوسف میکشم تو را یوسف. میکشم. آقا ژاندارما میان. آقا ژاندارما میان. سر دهید. یوسف با این حسن زودتر. یعنی که ما رو انتظار نشده بین خودتون حل کردن خواستید همین خیل؟ البته قماندان. با جای کارم هجوم کردگی را با چای قهوه پیشواز نمیگرفتگیستم. چای قهوه رو نمیدونم، اما در خصوص کودکایی که برای نان قاق کار میکنند گپ زدن میتوانم. کی بر عوض چی کار کردنشان نمیدانم. این کارها را استا کلان میداند. از او پرسید. استا کلانی گفتگیت همون سلیمانی که در ماشین شتگی است؟ بله او خودش. این خیل باشند. از او هم درباره کودکان میپرسیم. حالا اول مسئله مرگ مراد رو با او خیر رسانیم کنی؟ قماندان در جنگل همه کودک ها رو در جنگل پنهان کردن. چی ها میگوی تو بچه؟ همه کودک ها رو از پیشه بیاره. قماندان بیاید این طرف. بیاید اکر از قفای من. نزدیک نشو. شخص گناهگار رو گریزاندن شوی میپرونم. گریزاندن؟ از این پس رویش رو دیدن نمیخواهم. یاسنه بخولم یگون چیز شد مگر؟ هنوز نشد، اما کاش که میشد. مادامی که تو شرط را قبول نکردی کاش که میمرد. دکتر آماس رو گرفته، اما از سبب اسیب‌های در معاینه سرش بوده بیمار از این پس گشته نمیتواند. این شب رو در حجره بیماران وزمین میگذراند. در این جا ایستادنتان لازم نیست. معلومات‌های مفصل رو پگاه گرفته میتوانید. خدا شفا دهد. خدا گشته نمیتواند. کنی راه گرد بده همه رویم. اینقدر عذاب دادی خالت را، از این پس اکنون در پشتت میگردانی. رو
بچه رو یافتم قماندون. کنی بچه اینجا بیاید. کنی اینجا بیاید. راسته کنی حسابی اینها را هم از تو میپرسم. همه چیز را از من میبینی، اما کودک ها را من خبر ندادم. دادرت یووز خبر داده است. زینهار به آیلم دست دراز نکن که میسوزی. به این اپا هم نیز دخل دارد. تو چی ها میگویی؟ چیزی که شنیدی. با شما گپ میزنیم. خلیل بای، کودک ها از کیم کدام کایه گپ میزنن؟ کی هست این کایه؟ ندانم قماندان، نمیشناسم. اگر داند سلیمان میداند. حالا صبر کن. چی؟ الیف گریخت؟ بیهوده اینقدر پول جراحی دادیم. تو آن وقت در کجا بودی؟ اوچه دوغ نزده گوش کنید همه چیز را میفهمید. دیگر الیف را چی گفتنش هیچ اهمیتی ندارد میگویم با شما. سلیمان به دوشش گرفت مسئله را. کمی بعد به محبسخانه میروم. ژاندارم درباره کودکای خواجگی بیاناتم را گرفتن میخواهد. عبدی را هم گرفته برمیگردم. چشمم یک بار باشدم از عهده یک کار برآمدنت را بیند. کنی رو عبدی را گرفته بیار. هوا تاریک نشده برمیگردم. در کجا باشد این کودک؟ هیچ این خیل نمی کرد. حالا یووز بیاید گوشش را کشیده گفتنی ها دارم. اول صحت و سلامت بیاید یوسف. اپا شما رو زیغ کردن نمیخواهم، اما خلیل آمدن ژاندارم ها را از یووز میبیند. گویا کودک ها را کار میفرماند. گفته یووز ژاندارم ها را خبردار کرده است. امروز روی راست به من تهدید کرد. او به این قادر نیست یوسف. او به کودک مایده قصد نمی کند. اگر کرده باشد خودم حسابش رو مییابم. مریم، دخترم ایست. اپا ایست. مریم ایست. مریم. یووز در کجا بودی تو؟ تا امروز من او را باری هم نزده بودم. ببخش. بیا. من پگاه رفته به یوسف اکا میفهمونم. میگویم که خطا فهمیده است. بفایده است جمو. او مرا در بین عائله قرجانی ها دیده گمانی بد برد. و خودت کمتر پیش گفته بودی که اون وقت مجبور بودم همه گپشون رو قبول کنم. حضل خانم به عوضی حیاتی خولم آینده عبدی رو که من چی گفتنم رو ندانستم. انا همون وقت تو پیش چشمم اومدی. اپا جانی من، چی دنیای سیاه نه با یادم آمد. باز من گفته بودم با بیمارخانه رفته از مادرم خبر بیار. نه پگاه انیق گپ میزنم با یوسف اکام. لازم نیست جمو. پگاه رفته به پلیس بیانات میدهم. به یوسف یگان فایدهش میرسیدگیست. کاش که امروز وقتی رفتنم قماندان در آنجا می بود. اکنون پگاه هستی از نم چخیل خلاص می شوم. جیمو داده هم باشد سخت خوب رفته است. امینه رو در خوبش می دیدگیست. به این هم فقط چشمش به او. کی را؟ آفرین به تو پسرم، کاری خیری کردی و یک خبر می دادی. تو این دم قریب دیوانه شدیم.
چیکار میکردم اوچا؟ از ماشین آخر هم دیر موندم. مجبور شدم که پیاده آیم. اینقدر راه رو چخیل طی کردی در این ساعت؟ در بیمارخانه کی به شما یاری داد؟ در درآمد الیف اپم رو بخوردم که ما رو خواباندیم. بعد از آن زود بر اومدن. با پلیس باید میرفتم. با پلیس؟ بله با پلیس برای بیانات نویسی. اما میترسی که قرجانی ها و رئیس دستگیرش نکنن. خیر تو اومدی و کی مون در نزدیک کودک؟ فاضلکه. کودک زیاد میشود. کودک زیاد میشود. زینب 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 کسل زینب کسل زینب زینب کودک نقل می شود. کودک نقل می شود. شر بچه من کنی؟ آفرین آفرین. صبح بخیر عبدی. صبح بخیر اکا. کنی مگیر؟ پای من سیاد می شده باشد. من هم از مثل کودکانم دویده بازی کرده می توانسته باشم. کنی گیر بازی کن. این چی خوابیدن است؟ از آمدگیت باز خواب رفته ایستاده ای؟ دیگر نمیباریم گفته در چشمانم خواب نبوده که. وقتی مرا سر داده بودن نغزکه خواب رفته بودی. تو در نزدم بودی که از این سبب. بله عبدی، ما برادریم. همیشه در نزد یکدیگرمون میشویم. ببخشید اکا. یعنی وای چه خیلی گویم الیف در نزدم نبود. خودم رو ناراحت در این خصوص هم طرفداری تو بودم عبدی. اما چم خودت هم میدانی. اگر من به راحت خواب میرفتم. خوابی به راحت رفتی و عبدی. الهی های پیشتر گفتت را یک بیاد بیار. الهی گفتم. در حبسخانه الهی میگفتی اما الیف رو گفتم نه عبدی. محمد را من نکشتم. فلاکت بود میگفتی. فلاکت بود و خیر. پویش لغ شد و بجری هفتید. مراد را نمیگویم عبدی. محمد را میگویم. محمد دخترم. مراد گفتگیستن. تو محمد فهمیدی. محمد را یوسف کشته بود. نادانستنی دانسته کشته بود. ساکینه تو اینها رو از پسم بیار. من تانستم. آفرین عمر جان. آفرین. من تانستم. بله. اکا و دادر صحبت کرده ایستادن میبینم. و بچه هم با دستی خودم ملی میپختم. بچه جانم. یوسف. صبحتون بخیر سید بابا. انشاءالله بخیر است. ببخشید مرا دیروز از دوادوی بسیار نزدتون آمده نتوانستم. هیچ گپ نیست پسرم. نتیجه چکونی برآمده است. امروز میبراید سید بابا. انشاءالله. باید میدیدی عبدی. همه ایده در پیشمون سرخم و لرزان بودن. اما دستی من نبوسیدن.
میبوسند بچه میبوسند. و دیگرها درد شدگیز به فکرم. کلان شوی دست تو رو هم میبوسند. دیگرها گفتگیت یک پنجه هم نیست. آنها رو نیز دفترشان زودک محکم می شود. همین خیل نه خلیل؟ بله آچه بله. حساب و کتاب قرطهایشان را میبینیم و باز چی گپ خلیل؟ مسئله کودکای خواجگی را دینه در محبسخانه گپ زدیم. اما که را یابند باز کمی گرن کرده میتوانند. همیشه بهانه‌ات هست. که مشتت را با میز زده آدمی کار بود کن میشوی نمیدانم. نزدیک است آچه نزدیک است. رفتنم لازم. عبدی تو باشی در را دکان پکان نرو. کمی این سو آنسو بگرد. با خدای. نتیجه هرچی برایت خوب است. مهم آن است که وظیفه سپاریده شده را تو خوب اجرا کنی. یوسف معلم آمده است. فاطمه اپا بخیر است؟ یگان خبر است از سلیمان؟ در این سحر نامی او را به یادم نیاد یوسف. این خیل باشد چرا آمدید؟ شب که به جوگاه در آمدم نه سلیمان نه خلیل یگان چیز به خیالم ناآمد. یگان فکر کردگیم آن کاغذ را یافتم که خوانده نتوانستم. حس عاجز بودنم را حس کرد. خواندن و نوشتن را یاد گرفتن آمدید؟ در وقتش می خواندم اگر شاید یگان توی اینها به سرمون نمی اومدن یوسف. بعد از این به چی کار می آید؟ آخر این قدر زمان این خیل در بین کودک های در صنف فرزندم تو را هم این خیل نگوید فاطمه اپا. من هم وقتی آمدنم وعده دادم کسی که خواندن و نوشتن نمیتواند با او یاری میدهم. با شما سر میکنیم میبینید که در آینده صنف علاهیده میکشاید. اگر به دیهاتیان بیخط و سواد نمونه شوی تو ثوابی کلان میگیری فاطمه دخترم. آنها هم میفهمند که بیشتری مصیبتی به سرشان آمده اصلا از بیسوادی است. اگر این رو به سلیمان فهمانده میتوانستم او هم هرچند دیر باشد خطایش را میفهمد. الیف هم دیروز به پلیس رفته است. یعنی که سلیمان به جای عبدی گناه را به گردن گرفتگیش آنقدر آسان نمیشود. من دادم رو بگم میگیرم تو گریز. این کارو کرده میتوانی جیما؟ تو پروا نکن. چه خیل دیوانه کردن دادم رو میدونم اکنون. بس کنید. یک بار دیگر گریختنی شوی. برای خودت بارکشی پیر و ناترس را یاب شاکیر. بین 3 روز قرضهایت را نسپاری خودت را برای در خواجگی کار نکردن تیار کن. ای آسیاب به نوبت است شاکیر. در وقتش به عوض قرضها زنی فاضل را به تو دادیم. بعد باشد خودت قرضدار شدی. از دست یکم یک مرسدس و از دست دوم یک زنک. کافی نیست شاکیر، کافی نیست. چیکار میکنید تا ابله در اینجا؟ با این دهاتی ها باور کرده قهوه‌خانه تنها گذاشتی؟ در الیف را قلف کن. فهمیدی؟ راست میگوی دادا. قهوه‌خانه را زن بیورا هم تنها نمیگذارند. همین خیل نه؟ چی میگوی تو ابله؟ برای امین اپا هم شونه میزنید. همین خیل نه؟ آن اکنون مردی از دستم. خدا ابله اینجا بیا. اینجا بیا میکشم. شوخی کردم دادا. اینجا بیا. اینجا بیا. اینجا بیا. میزنه میکشمت.
میکشمت. دادا شوخی کردم دادا دادا میزنم میکشمت. دادا التماس شوخی کردم دادا دادا والله شوخی کردم دادا. چی خیل کنم چی کار کنم آیشه خولا؟ یک خودم چگونه فرزندم رو کلام میکنم؟ تمام بدنم رو هیجان میجهد. یادگاری اکرمم رو فکر کنم اگر چی خیل کنم؟ چی خیل آیشه خولا؟ ضد نشو مینا. فرزند رو خدا میدهد، رزقش رو هم میدهد البته. امینه دخترم، به تو تا حاضر در این خصوص هیچ چیز نگفتم. میگویم که روی و دستی پدرت را یک ببوسی. چه میشود آیشه خولا؟ با اکرم گریختم مرا رد کردند. اکنون اکرم مرد، در شکم با کودک من آمدم، مرا قبول کنید میگویم. لازم شود میگویی امینه، فرزند هستی، اینقدر به آسانی پیش میکنی. با تو چی شد؟ دادا جان چی شد؟ چی شد؟ چال دادا. کمو خوب هستی؟ خوبم، خیلی خوبم. جان دادرکم. آغوش کن آغوش کن. دادر جانکم. ناز بشن. همش خوب میشود، همش نقد میشود. در کجایی زینب؟ در کجایی زینب؟ زینب. اوه اوه آه آه اوه اوه فاطمه با عقل شو. فاطمه اوف به هر کار بنیت رو نخلون. هرگز. اوه اوه اوه. بعد از این شما هم به فاطمه خالاتون یاری میرسونید. مایلش؟ مایلش. یوسف بین، اگر این خیلی گم میزنی بر اومده میروم. چنگی این بور رو قپیدی الکه فاطمه پا. اکنون با آسانی برگشته نمیتوانی. نه تنها به فاطمه خالاتون بلکه در عائله‌تون چند کسی که خواندن و نوشتن رو نداند به آنها هم یاری میرسانید. فهمو؟ اما در نتیجه تشویقات معلوم می شود که مراد اکبشرو مرگش در نتیجه افتیدن نیو در نتیجه با سلاح پراندن است. خونروی‌های درونه در نتیجه افتیدن یگانتش سبب مردن نیست. در بدنش یگان زخمی کرد هم دیدن نمی شود. فاطمه فاطمه کشو در رو. فاطمه فاطمه
بگشا در را. مرا میشنوی فاطمه؟ اگر پولها هم برای من پرتایی، تو را چنان در زیر پول بوغی میکنم که نفس گرفته نمیتوانی. میشنوی مرا؟ یعنی در این حال سلیمان برمیگردد همینطور؟ الиф ки баёноташро диҳад, абдӣ аз он ҷо баромаданаш номумкин мешавад. сулаймон дар асл гунаҳгор набуданашу қараҷониҳо ӯро маҷбур карданашон ошкор мешавад. қумандон, аз ешилпинар касе омадааст ки дар бораи марги Мурод нақл кунад. марҳамат. дилатон ором бошад, фотима апа. абдӣ? чӣ шуд, юсуф? хаёлам маро диданро интизор набудӣ? элиф